روزی ملا برای خوشامدگویی به حاکم جدید یک اردک بریان شده به عنوان هدیه آماده کرد و راهی خانه حاکم شد. اما در مسیر گرسنگی به او غلبه کرد و یکی از پاهای اردک رو خورد. وقتی به خانه حاکم رسید، اردک را با یک پا تحویل داد. حاکم نگاهی به اردک انداخت و پرسید: ملا، این اردک که فقط یه پا داره، پای دیگه‌اش کو؟ ملا با خونسردی گفت: اردک‌های شهر ما همشون یه پا دارن. اگه باور نمی کنید برید کنار استخر خودتون ببینید. حاکم به طرف پنجره رفت، دید چند تا اردک کنار استخر ایستادن، هر کدوم روی یک پا خوابیدند. در همین لحظه خدمتکاران با چوب به اردک ها زدند. اردک ها هراسان هر دو پا را روی زمین گذاشتند و بالهایشان را باز کردند. حاکم برگشت به ملا و گفت: آهای ملا، دیدی دروغ گفتی؟ این اردکا که همشون دو پا دارن. ملا خندید و گفت: چوبی که اونا خوردن اگه شما میخوردید عوض 2 پا 4 پا میشدید.